بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگترین اسباب رفع بلا و مصیبت این دعاست. لذا خواستم این دعا را مخلصانه پیشنهاد الله بگردانم. او را نیز ثبت کرده به دوستان و شاگردان بفرستم تا اینکه تعلیم بگیرند و با این شیوه عاجزانه خدا را دعا کنند. خدایا همه چیز تو هستی، اول تو، آخر تو، ظاهر تو، باطن تو. یا الله، اراده اراده توست، مشیت مشیت توست، خواست خواست توست. تا تو اراده نکنی، تا تو نخواهی، از سعی و تلاش بندگان هیچ چیز حاصل نمی شود. یا الله، خواست حاکمان و ابرقدرتمندان دنیا حاصل نمی شود تا اینکه تو نخواهی. نمرود بود، آتشی او بود، اما سوزاندن نبود چون تو نخواستی. یا الله، کارد بود، ابراهیم بود، اسماعیل بود، اما بریدن نبود یا الله چون که تو نخواستی. یا الله، کننده واقعی تو هستی. این زمین و زمان همه تسلیم امر توست. اگر این زمین حاصل می دهد با امر توست، اگر این زمین را مسخر هست با امر توست. یا الله، اگر این زمین گاه می لرزد و انسانها را فرو می برد، این هم با امر توست. یا الله، زمین تسلیم تو، آسمان تسلیم تو، بحر و بر تسلیم تو، مغرب و مشرق تسلیم تو. یا الله، اگر تو بخواهی هر لا ممکن ممکن می شود و اگر تو اراده نکنی یا الله، تمام تدابیر، سعی و کوشش ما، چاره‌جویی ما، قدرت ما، توانایی ما در یک لحظه نقش بر آب می شود. یا الله، بارها خودمان را دیدیم، شکست خود، عجز خود، ضعف خودمان را دیدیم و الان در مقابل این وبا دیده ایستادیم. یا الله، هیچ سرمایه بزرگی نداریم که با او پیش تو ناز کنیم. سرمایه ما همین است که دو دست برداشتیم، با دعا پیش تو آمدیم که اقرار کنیم که هیچی نداریم. سرمایه ما همین است که با یک چشم گریان، با یک اشک سوزان پیش تو دعا کنیم. با دل پر از شراره های ندامت دست به سوی تو می برداریم. یا الله، تو دعا را از بندگانت دوست می داری. خدایا، با دعایی که آدم علیه السلام به تو کرد وقتا که از قرب تو و از جوار تو به زمین هبوط کرد، دوری از تو، تنهایی را دید، ربناها می گفت ربنا انا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ما نیز فرزندان آدم علیه السلام در این سرگردانی دنیا و نزول بلای و وباها ربناها می گوییم و اقرار می کنیم که لا حول ولا قوة الا بک. یا الله، بزرگترین عالم ها از نگاه تو افتیدند و شیطان صفت شدند. خدایا، ثروتمند از نگاه تو افتید، قارون شد. خدایا، هر کی از نگاه تو افتید، و من یهن الله فما له من مکرم. اللهم انی اعوذ بک منک. خدایا، از تو به تو پناه میبریم. خدایا، از تو به تو پناه میبریم. مثل یک بچه‌ای که وقتی مادر او را سرزنش می کند خودش را به آغوش مادر می پرتاید. با این رفتارش به مادر می فهماند که از تو به تو پناه می برم. اللهم انی اعوذ بک منک. خدایا، از سخط تو، از غضب تو، از ناراضگی تو، از عذاب تو پناه می بریم. یا الله، آن چیزی که ما طلب داریم، نفس اماره ما میخواهد، او را به ما نده. خدایا، آن چیزی که لایق ذات با عظمت توست، او را به ما بده. یا الله، مثل بچه‌ای که در آغوش مادرش نگهدار می شود، ما را در آغوش رحمت خودت نگهداری کن. یا الله،
ما در مقابل این وبا، این مصیبت عاجزیم. یک بچه اگر گرمش شود مادر، اگر سردش شود مادر، اگر ماری را دید مادر، اگر عقربی را دید مادر، اگر باران را دید مادر، اگر رعد را شنید مادر، ما هم مثل آن بچه هر حالت تو را فریاد میزنیم. رباه رباه رباه. الها تو به ما نظر رحمت بفرما. الها تو به ما نظر رحمت بفرما. یا الله هر دم خودمان را گرفتار یک دام جدید میبینیم. یا الله از دشمن، از شیطان، از هوای نفس رها شدن محال است و محال مگر با فضل تو. خدایا فضل کن، خدایا فضل کن. خدایا ما را بکش با آغوش رحمتی خودت. خدایا یک لحظه ما را به حال خودمان وا نگذار. یا الله بر ما رحم کن. همه در مقابل این لشکر ناچیزت عاجز ماندیم. همه در سراسر جهان سرگردانند. همه ابرقدرتمندان در اضطرابند. همه مسلمان ها در دعایند. حتی غیر مسلمان ها در اروپا سر به سجده تو بردند. حتی بعدی از 500 سال در اسپانیا با صدای اذان بلند شد. در بسیاری از مساجد اروپا صدای اذان بلند شد. خدایا از این زیاد تازیانه عذابت را بر ما مسلط مکن. یا الله ما میدانیم همه این اثر معصیت، اثر بینمازی، اثر غافل بودن ما، اثر نافرمانی ما بندگان است که تو را ناراض کردیم. تو ناراض شدی و این مصیبت را بر ما مسلط کردی. الله یا الله شب ظلم مصیبت طولانی شد. بر ما رحم کن. صبح سفید مغفرت ها بر ما هرچی تیزتر بدمان. یا الله از این مصیبت ها وبای و طاعون ها ما را حفاظت بفرما. یا الله یا الله دست به سوی تو برداشتیم در عین مصیبت که غیر تو هیچ متکای و تکیه‌گاه نداریم. ما را مثل گروهی که در قرآن وصفشان کردی نگذار و نگردان که آنها را خداوند وصف می کند. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. کسانی بودند که در بین بحر موج مرگ اونها را فرا گرفته بود و به سوی خداوند دعا میکردند که اگر از این مصیبت ما را نجات بدهی ما هر آینه شکرگزار میشویم. اما وقتا که خدا اونها را که از مصیبت رها کرد باز در روی زمین فسادکاری کردند. یا الله ما را اگر از این وبا نگاه داشتی و این مصیبت را از ما سلب کردی باز عنایت بفرما که مثل این قوم باز در نافرمانی تو را ناراض نگردانیم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.